باید همین کتاب آقای پریچارد رو بخونیم و وزن و قافیه‌مون رو یاد بگیریم و بی سر و صدا تو خیالات خوش خودمون غرق بشیم. من یه رازی رو میخوام بهتون میگم. جمشید ما شعر نمیخونیم و نمینویسیم چون خیلی قشنگه، بلکه ما این کارو میکنیم چون جزئی از بشریت هستیم و بشر همواره پر از شور و شوقه. پزشکی، حقوق، تجارت، مهندسی، اینا همشون حرفهایی هستن که برای بقای بشر لازم هستن. اما شعر بچه‌ها، اما شعر، زیبایی، عشق، احساسات، اینها چیزهایی هستن که ما به خاطرشون زنده ایم و با ویتمن هم صدا میشیم. ای من، ای زندگی در میان این همه واگویه های پرسش، در میان زنجیره بی پایان بی ایمانان، در شهرهای آکنده از ابلهان. ای من، ای زندگی، به چه باید دل خوش داشت؟ به این که تو اینجایی که زندگی هست و یگانگی، که نمایش بزرگ برجاست، تا تو هم کلامی بر آن بیفزایی که نمایش بزرگ برجاست، تا تو هم کلامی بر آن بیفزایی که نمایش بزرگ برجاست. کلام شما قراره چی باشه؟